سلام دوستان، برنامه دیسی هست و من علیار محمدی هستم. در این ویدیو قرار است که طریق اضافه کردن عکس را در اپلیکیشن اندروید خود کار کنیم. در قسمت معرفی کد لب میتونیم بگیم که ما قرار است با ایمیج ویو ها کار کنیم. پیش نیازهایی که ما ضرورت داریم است که چه قسمی پروژه کرییت میکنیم، پروژه رن میکنین بفهمین و چه قسمی با تکست ویو ها کار کنین در یک اپلیکیشن کاتلین. و چیزایی که قرار است ما بیاموزیم و یاد بگیریم ما راجع به ایمیج ویو ها، اتریبیوتش و خیلی موضوعات دیگه قرار است که در این کد لب یاد بگیریم. خب به خاطر اینکه ما بخوایم یک ایمیج را در پروژه اندروید خود اضافه کنیم، دو تا راه وجود داره که یکی ما میایم از فولدر در خود فولدر کپی پیست میکنیم، به دیگری ایمپورت میکنیم و در این قسمت ما پروژه‌ای را که انتخاب کردیم اما اپلیکیشن قبلی است که اپلیکیشن هپی برزدی را ما ساخته بودیم به این شکل و در این ویدیو یک بک‌گراند به اپلیکیشن اضافه میکنیم. خب دوستان، اگه بیاییم در این قسمت میبینیم که این همون اپلیکیشنی است که ما ساخته بودیم و فقط در این ویدیو یک بک‌گراند به اضافه میکنیم. اپلیکیشن را رن کردیم که شما هم بتونید ببینید. در قسمت اضافه کردن عکس هم که گفتیم دو تا راه داریم. یکی فولدر خود پروژه ما هست، داخل اپ، سورس، مین، ریسورس، درایول. دقیقاً من میتونم عکس را که میخوایم کپی کنم و پیست کنم. حالا میبینم که در پروژه من زمان که ریسورس منیجر میام عکس اضافه شده. اگه این کار من نکنم من میتونم بیایم در ریسورس منیجر ایمپورت درایولز بگم و آدرس عکس میتونم بگم اوکی عکس ایمپورت میشه، هیچ مشکلی نداره، شما میتونید بر دو طریقه کار کنید. حالا که ما عکس ایمپورت کردیم بیایم که پیش بریم. خب میایم در دیزاین، در قسمت دیزاین یک ایمیج ویو اضافه میکنیم، عکس انتخاب میکنیم، اوکی میگیم، ببینیم که عکس ما آمد. عکس موقعیتش میتونیم ست کنیم و در قسمت لیاوت میاییم میبینیم که حالا ایرور داره. ایرور کس میگه از کانسترنت لیاوت استفاده کردیم و باید ما با کانسترنت لیاوت امی مارجنش تعیین کنیم که ما از هر 4 طرف 0 واحد ایره انتخاب میکنیم. بعد میبینیم که ایرور ما هم برطرف شده و وارنینگ داریم، وارنینگ ها رو بعدا میبینیم. حالا میبینیم که خود ایمیج ما اضافه شده. میایم در قسمت اسکیل تایپش و ایرم سنتر کراپ استفاده میکنیم که عکس ما تمام صفحه بگیره و میبینیم که تکس های ما پشت سر ایمیج رفته، پس ایمیج پشت سر تکس ها روان میکنیم. میبینیم که اپلیکیشن ما کاملا آماده است و اگر بیاییم و این را دوباره رن کنیم میبینیم که اپلیکیشن ما آماده است. اما هیچ 3 تا وارنینگ ما داریم که این 3 تا وارنینگ هم میبینیم و در ویدیو رفت میکنیم که ببینیم. خب دوستان میبینیم که در حال انستال است. بله دوستان، این اپلیکیشنی است که ما طرح کردیم و عکس هم میبینیم که در بک‌گراند اپلیکیشن ما قرار گرفته. هپی برزدی علی فرام یور فرند. بیاین که حالا که اپلیکیشن ما درست کار میکنه فقط وارنینگ ها را برطرف کنیم. وارنینگ اولی را میبینیم که میگه خب اول از تکست ویو شروع میکنیم. در قسمت تکست ویو ها وارنینگ را که ما داریم اگر ایران سبلیت انتخاب کنم تکست ویو را ببینیم دقیقاً وارنینگ ما در اینجا است. وارنینگ را که ما داریم برای ما میگه که ما استرینگ آمدیم اینجا از هارد کدت استفاده کردیم، در حالی که ما نباید این کار کنیم. خود اندروید استودیو برای ما میگه که تمام استرینگ ها را ما باید در فولدر که میایم در فولدر values یک فایل داریم به نام string.xml، در این فایل جابجایی کنیم و بعد از این فایل قرار است که در اکتیویتی های خود امپورت کنیم. پس میایم که همون کار کنیم. این تکست هم از اینجا کپی میکنم، میایم string نامش میگیم txt1 خدا ولیوی ما yes. میایم از اپلیکیشن دومی string نامش txt2 میمونم
و ولیو رو این قیمت هم میتونم. حالا دریجه با استرینگ با علامت اندرسکور استرینگ داش خود همون نامه که ما انتخاب کردیم میتونیم اون استرینگ ها رو اکسس کنیم. دقیقا دریجه اد استرینگ txt 1 میبینیم که حالا که بیاییم میبینیم که ایرور وارنینگ ها باید از تکست ویو های ما برطرف شده باشه. خب txt 1 میبینیم که چی داریم؟ هپی برثدی. خب دوستا ببینم حالا میبینیم که اونا برطرف شدن و فقط وارنینگ در قسمت خود ایمیج داریم. در قسمت ایمیج برامون میگه که کانتنت دیسکریپشن ما ست نکردیم. ایچ هم کانتنت دیسکریپشن ست میکنیم سمپل ایمیج، اما میبینیم که بازم ایرور وارنینگ ما برطرف نشده. بخوایم میره برطرف کنیم میاییم و در خود ایمیج ایره اشتباه انتخاب کردیم، دالی که باید با ایمیج انتخاب کنیم کانتنت دیسکریپشن و تکست انتخاب کردم. پس میم در دیزاین میبخشین دوستان ایمیج انتخاب میکنیم، در ایمیج کانتنت دیسکریپشنش ست میکنیم سمپل ایمیج و حالا میبینیم که بازم وارنینگ ما سر جاهش هست. ای بازم میگه که نباید ما ای را بیاییم و استرینگ ها رو هارد کود کنیم. میگیم imgdc و ولیو هم که میتیم سمپل images. در این قسمت هم میاییم و add string نامی را چی دادیم؟ image description add string image description. پس وقتی که حالا در دیزاین خود بیاییم میبینیم که این وارنینگ ها باید برطرف شوند. وارنینگ ها برطرف شد و اپلیکیشن ما هم و همون شکلی که بود، یعنی هیچ تغییری به اپلیکیشن ما نباید آمده باشه. دوباره رن میکنیم تا بتونیم ببینیم در حال انستال است. خب انستال ما موفقانه انجام شد. این هم اپلیکیشن ما هست که ما جور کردیم. هپی برثدی فرام یور فرند. بعدا میچم که انتخاب کردیم میبینیم که وارنینگ ها هم برطرف کردیم و در این ویدیو کار ما تمام است و به اهدافی که میخواستیم رسیدیم. امید است که مفید واقع شده باشه و اگه شما در قسمت رنگ کردن یا هر قسمت دیگه ویدیو نمیتونین کار کنین بنا به هر مشکلی با ایرور یا بگ مواجه میشین، میتونین با من یا تیم TSC پانتون و تماشاین. ما خوشحال میشیم شما رو کمک کنیم و با هم یک جا پیشرفت کنیم. تشکر دوستان، خسته نباشید.